در حیات از کسی 3 بار زیاد خواهش مکن. 3 بار زیاد خواهش مکن. اگر تو کمی قدر میداشتی در نزدش، در اولین خواهش عمل میکرد، ولی نکرد. زیاد خواهش مکن. خودت بازیچه دست نامردان مکن. در دنیا 3 نوع دوست است. دوست جانی، دوست نانی، دوست زبانی. ولی کم مانده است دوست جانی. حاضر مانده است تنها زبانی و نانی. جانی کم مانده است. برای جانی یافتن جان دادن در کار. برای دوست جانی جان دادن در کار. بسنجید، یک حالتی رو بسنجید، بفهمید که دوست جانی، زبانی و نانی کی است. در یک پستی میافتی، بسنج، دوستانت رو بسنج، کدامش جانی است و کدامش زبانی است و کدامش نانی. بعد میفهمی کی از دوست جانی و زبانی و نانی. من میگویم دوست جانی اون پروردگاری است که به ما جان داده است. به ما جان داده است، همه وقت در یاری ما است. ولی ما بسیارتر نمیدانم، بعضی ها چشمانشان کور شدن، دوست را نمیبینم. دوست در دل است، در دل ما و شما است. همه وقت در یاد او باشید. پروردگار خود گفته است که وقتی که بنده طرف من 10 قدم میزنه، من طرف او 100 ها قدم میزنم. وقتی که بنده 100 قدم که زد، من طرف او 1000 ها قدم میزنم. ببینید چی مهربان است پروردگار ما. از کسی طلب مکن، تنها از پروردگار طلب کن. بنده، پروردگار خود گفته است که وقتی که بنده دستان خود را دراز میکند طرف من، از صدق دل دعا میکند، از صدق دل با من باوری دارد، من شرم میدارم دستان او را خالی برکت کنم. ببینید در هر یک دعای از صدق دل برکتی است. پروردگار و بنده هایش رزق زیاد میدهد وقتی که از صدق دل طلب کن. باوری داشته باشید با پروردگار و در انتخاب دوست هیچ وقت خطا مکنید. بفهمید کی دوست است کی دشمن است.